نمیدونم چقدر در جریانید، ولی خیلیا تلاش کردن امام حسین زائر نداشته باشن. من فقط از یه نفرشون میگم، از متوکل عباسی. متوکل زمان امام هادی علیه السلام حکومت میکرد. اینقدر کینه اهل بیت پیغمبر خدا توی دلش بوده که 15 بار قبر امام حسین رو خراب کرده و به لطف خدا باز مردم بارگاه حضرتش رو بنا کردن. حتی در تاریخ اومده که چندین بار زمین و شخم زده تا مزار سید الشهدا رو تبدیل به زمین کشاورزی کنه، اما نشده که نشده. با همه این اوصاف مردم دست از زیارت کربلا نکشیدن، تا جایی که متوکل دستور داد هر کسی بخواد بره کربلا باید دست بده، یعنی دست راستش از بازو قطع بشه تا بتونه به سفر کربلا مشرف بشه. مردم از شوق زیارت حضرت ابا عبدالله صف میکشیدن تا نوبتشون بشه و طبق دستور متوکل دستشونو بدن و برن زیارت. نوبت به پیرزنی میرسه که همه رو مات و مبهوت میکنه. مأمور وقتی از اون میخواد که دست راستشو بیاره بالا تا قطع کنه، زن پیر دست چپشو بالا میاره. مأمور تعجب میکنه و وقتی علتشو میپرسه، زن میگه دفعه قبل دست راستمو قطع کردیم. زیارت امام حسین هیچ وقت تعطیل نمیشه، هیچ چیزی هم مانع نمیشه تا زیارت امام حسین رو کنار بذاریم. اگه دوست داشتین تا بدونین چرا 1400 ساله که مردم شور و شوق زیارت سید الشهدا رو دارن، نگاهی به کتاب صحیح السند کامل الزیارات نوشته مرحوم ابن قولویه قمی بندازیم. میگم زیارت 40 در راهه، مبادا از قافله جا بمونی.